سلام، صبحتون بخیر. یکی از ارزونترین، بی‌دردسرترین، مفیدترین و قابل دسترسی ترین ورزش هایی که میتونید داشته باشید پیاده روی کردن. تو هر زمانی که یه فضای کوچیکی هم داشته باشین، یه فضای خوبی داشته باشین، میتونید پیاده روی کنید بدون پرداخت هزینه. و مهمتر از همه این که کل اعضای بدنتون توی پیاده روی با هم درگیر میشه و یه تناسب اندام خیلی خوب، فشار خون رو به بهبود، قند خون رو به بهبود، همه چی رو براتون تو دسترس داره. اما یه نکته خیلی مثبتی پیاده روی داره و اونم اینه که همزمان که دارید به جسمتون رسیدگی میکنین میتونید روحتون رو هم پرورش بدید. زمانی که شما دارین پیاده روی میکنین ناخودآگاه دارین فکر میکنین، با هر قدمی که دارید برمیدارید دارید فکر میکنید و اگر بتونید اون تفکراتتون رو، فکرتون رو آنالیز کنید و بهش فکر کنید که به چه موضوعی دارین زمانی که دارین پیاده روی میکنید فکر میکنید، میتونین از ذهن نیمه هوشیارتون آگاه بشید، میتونین از اون تفکرات پنهانی ذهنتون آگاه بشید و اون رو با شرایط زندگیتون، با دیدگاهتون مقایسه کنید و ببینید که چقدر همین تفکراتی که ما شاید بهش توجه نکنیم ولی در ضمیر ناخودآگاهمون هست، تو ذهن نیمه هوشیارمون هست، روی زندگیمون داره تاثیر میذاره و این تفکرات رو هر روز بهبود بدیم، به سمت مثبت اندیشی ببریم تا تاثیرات مثبتش رو هم تو زندگیمون ببینیم. مطمئنا پیاده روی همزمان که هر قدمی رو برمیدارید میتونه یه گفتگو بین خودتون با تفکراتتون باشه، میتونه یه گفتگو بین خودتون و خدای خودتون باشه و کم 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 ذهن نیمه هوشیارتون رو به سمت مثبت اندیشی ببرید. الهی که امروزتون پر از روزی، پر از برکت و پر از سلامتی باشه و آدمای درجه یک و خوب سر راهتون قرار بگیرن. خواستهاتون رو بنویسید.